بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. خب انشاءالله درسی 57 هست امروز و در این درس ما از اینجا ادامه میدیم و یجوز الفطر. در درس قبلی ما درباره عوارض، یعنی این بخش آن عذرهایی را در بر میگیرد که به بعضی مردم، به بعضی گروه مردمان پیش می آید برای روزه گرفتن. مثلا بیمار، شخصی بیمار می باشد یا اینکه از این میترسد که بیماریش دراز می شود یا اینکه طول می کشد یا اینکه برای شفا یافتن وقت زیادتر یعنی می گذرد اگر روزه بگیرد. زنی حامله، زنی شیر دهنده و این چنین شخصی که مسافر هست و شخصی که به حد گرسنگی یا تشنگی سخت را تجربه میکند یا در همین گرسنگی یا تشنگی به حد سخت گرفتار می شود و بعضی دیگر احکام ها که مربوط به اینها هست، این گروهی نفرها هست، ما گذاشتیم. اکنون از اینجا ادامه میدهیم و یجوز الفطر. اکنون این در مورد شیخ فانی هست. خب شیخ فانی خب میگویم برایتان که چی معنا دارد و چی یعنی کی این کی می باشد. خب مؤلف میگوید و یجوز الفطر لشیخ فان و عجوز فانیه. یعنی فطر باید بدانید این کلمه در اینجا به حد گذشت، یعنی افطار کردن، یعنی روزه نگرفتن جایز هست برای شیخ فانی و عجوز فانیه، یعنی برای پیرسال. خب شیخ فانی برای مردی پیری که یا مردی پیرسالی که یعنی دیگر توان روزه‌گیری را ندارد. فانی یعنی گویا که در آخران مرحله زندگیش هست، اینقدر کمزور و اینقدر ناتوان هست که گویا که یعنی فنا می شود، گویا که یعنی عمرش به انتها می رسد، هر همین در یکی از همین لحظه ها از دنیا می گذرد، علاقه یعنی رفتنی هست، به حد ضعیف هست. خب و این چنین عجوز فانی اکنون برای زنی کلانسال و پیرسال گفته می شود. یعنی که اگر مردی پیرسال باشد، زنی پیرسال باشد و اینها قدرت و توانایی حتی نداشته باشند برای روزه گرفتن، به حد پیر باشند که علاقه همین امروز یا فردا معلوم هست که از دنیا میگذرند، خب برای آنها روزه نگرفتن جایز هست و فطر کردن جایز هست. اکنون در اینجا یک سوال خلق می شود که در مورد گروهی نفرهای قبلی این فصل ما آموختیم که آنها باید انتظار شوند که بیماری برطرف شود یا صحت شوند. حامله باید انتظار شود تا اینکه حامله داریش به انتها رسد، یا زن شیر دهنده ای که نمیتواند روزه بگیرد و هم شیر داشته باشد برای طفلش انتظار می شوند تا اینکه این روزهای سخت یعنی پسی سر شود و سپس آنها روزه خود را قضا می کنند. اما در اینجا سوال هست که شیخ فانی و عجوز فانیه، یعنی مرد و زن پیرسال سال خورده که آنها حتی این یعنی یگان خیل تمنا و یگان خیل امیدی درست شدن یا قوی شدن ندارند، آنها چی باید کرد؟ آنها که نمیتوانند که روزه خود را قضا کنند، آنها که نمیتوانند در انتظار روزهای پیش بمانند، پس به آنها چه حکم هست وقتی که آنها روزه نمیگیرند؟ پس مؤلف میگوید و تلزمهم الفدیه لكل یوم نصف صاع من بر. یعنی شیخ فانی و عجوز فانیه، یعنی کسی که عموما قدرت روزه ندارد، فدیه باید بدهد. تلزمهما برای آنها لازم میگردد فدیه برای هر روز، لکل یوم برای هر یک روزی که از دست میدهند یا روزه نمیگیرن، نصف صاع من برن، نصف صاع گندم، یا اینکه البته چطوری که میدانید یا ارزش آن باید بدهند. اکنون نصف صاع بر چی است؟ من این مقیاس را یا این یعنی این رو من فهماندگی هستم که نصف صاع به چند قدر کیلوگرم تبدیل می شود یا برابر می شود و از نگاهی رقم یا پول هم ارزش همان با شما که می گفتم، برای همین در اینجا دوباره به آن تفصیلات نمی داریم. اما
در اینجا چی آموختیم که فدیه دادن چیست؟ فدیه دادن برای عوض روزه گرفتن تنها برای یک گروه نفرها هست. این رو فراموش نکنید، چون که بین مردم بهت شایع شده است که آنها چی میگویند؟ من روزه گرفتن نمیتونم، من فدیه بدم. اما این درست نیست. برای اون که فدیه دادن تنها برای شخصی می باشد یا گروهی نفرهایی می باشد که دیگر آنها امیدی قضا کردن روزه خود را ندارند. فهمیدین؟ پس شیخ فانی و پیرسولی یعنی فانیه، آنها یعنی زن و مردی که دیگر امید ندارند، آنها نمیتوانند قضا کنند. پس به چی انتظار شوند؟ آنها همین قدر بیمار یا همین قدر کمزور هستند که حتی امیدی صحت و سلامت شدن نیست. تنها یعنی پایانتر میروند، ضعیف و کمزورتر میشوند. پس برای آنها انتظار شدن روزهای در پیش ضروری نیست. آنها میتوانند که فوراً برای همین روزه نگرفتن فدیه بدهند. و البته خودشون که ناتوان هستند تنها با کلام خود میگویند به یگان پسر خود، به یگان شاگردی خود، به یگان همسایه خود، به یگان کسی که از او یعنی نگاه بینی میکند، میگوید که از مال من، از ملکیت من گرفته فدیه بده. و البته اگر اهل عایلش دیندار باشد البته میدانند و میگویند با آن شخص که ماه رمضان هست، من برای روزه های فدیه میدهم، راضی باش، یا اینکه بفهم یا آگاه باش. خب یعنی اینگونه باید کرده شود، مخصوصا با پیرانسالانی که فراموش خاطر هستند یا نمیدانند. خب باید با آنها همین خیل رابطه کرده شود، با آنها گفته شود، با آنها یادداشت یعنی تذکره کرده شود. به هر حال کمن ندر یوم الابدی فضعف عنه لاشتغاله بالمعیشة یفطر و یفتی. میگوید به مانندی شخصی که یعنی شیخ فانی گفتیم که برای هر روز فدیه میدهد. اکنون این به مانند شخصی هست که نظر میکند، یعنی وعده میکند، نظر میکند برای روزه همیشه. نظر میکند که من روزه همیشه میگیرم. سپس ضعیف میشود، ناتوان میشود، یعنی سپس نمیتواند. و برای چی ضعیف میشود؟ برای آن که هم روزه میگیرد و هم مشغول هست با معیشتش، یعنی با کار کردن و غیره مشغول هست و از سببی هم کار کردن و هم یعنی درآمد حاصل کردن و هم روزه گرفتنی همیش هر روزه ضعیف میشود و نمیتواند ادامه دهد. پس این شخص هم چی باید کرد؟ یفطر، باید افطار کند، یعنی که روزه دیگر نگیرد همیش، و یفتی و فدیه دهد. چون که اینگونه نظر گرفت، خب اینگونه نظر ادامه دادن نمیتواند روزه هر روزه. پس یعنی گویا که نظر خود را میشکند، فطر میکند، یعنی خوراک میخورد، به خوراک گشتن برمیگردد هر روزه و فدیه میدهد. یک بار دیگر دوباره تکرار میکنم، میگوید که من نظر صوم الابدی، این شیخ فانی مثل کسی می باشد که نظر کرده باشد که تمام عمر روزه میگیرد، ولی از سبب مشغول شدن با کسب و کار، با کسب و روزی، بالمعیشه، ببینید ضعفه، یعنی ضعیف میگردد و از اجرا کردن این روزه ابدی عاجز می شود. پس چی باید کرد؟ یفطر و یفدی، افطار میکند یا اینکه دیگر روزه نمیگیرد و فدیه میدهد. فإن لم يقدر على الفدیه، و اگر حتی از دادن فدیه هم به سبب تنگدستی و کمبغلی عاجز شود، از الله سبحانه و تعالی استغفر الله آمرزش میخواهد و یستقیله، و یعنی از او میخواهد که او را از این تکلیفی که در این تکلیفی که از ادا کردنی یعنی از ادای فدیه عاجز ساخته است معذور گرداند. یعنی گویا یک چیز هست که از الله سبحانه و تعالی آموزش میخواهد و از او عفو میخواهد، از او طلب میکند که او را معذور گرداند. خب در اینجا مؤلف دو مثال رو میدهد. یکم شخص شیخ فانی هست، هم مرد و زن، پیر و مرد و پیرزنی که دیگر توانایی روزه ندارند، و دوم کسی که نظر روزه همیشگی صوم الابد کرده است ولی بعدتر از اجرای آن
عاجز میگردد، ناتوان میشود. صوم الابد یعنی انسان بر خود التزام میکند که تمام عمر پیوسته روزه میگیرم، بجز البته روزهایی که روزه گرفتن در آنها حرام هست. خب یعنی هر روز از صبح تا شام. اگر بعدتر به سبب پیری، یگان خیل ظرفی جسمانی یا مشقت شدید زندگی از ادامه دادن آن اگر عاجز گردد، فقها میگویند که میتواند با مانند شیخ فانی چی کند؟ روزه خود را ترک کند، روزه‌گیری را ترک کند، فدیه دهد. و حتی اگر فدیه هم داده نتواند، این دیگر چیزی بر او واجب نمیماند بجز تنها استغفار کردن. باید به استغفار کردن مشغول گردد و از الله سبحانه و تعالی یعنی کمک طلب کنه. چون که الله سبحانه و تعالی میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله سبحانه و تعالی هیچگاه کسی را جز به اندازه تواناییش مکلف نمی کند، یا از همان اندازه تواناییش بالاتر یا زیادتر هیچ وقت او را کسی را مکلف نمی سازد. این آیت سوره بقره هست، آیت 286. سپس ادامه می‌دهد و میگوید ولو وجبت علیه کفاره یمین او قتل فلم یجد ما یکفر به. خب یعنی که اکنون از اینجا در یک بخش دیگر داخل می شود که خوب با دقت گوش کنید. اگر بر شخص کفاره سوگند، کفاره یمین یا کفاره چی؟ سوگند، قسم، یا کفاره قتل. کفاره قتل در اینجا مراد قتل خطا است، نه اینکه قصاص، نه اینکه قتل عمد. وقتی که یک مسلمان یک کسی را یعنی خطااً قتل میکند، یا باید گردن را آزاد کند یا 2 ماه پای در پای روزه گیرد. خب این در اینجا از کلمه قتل همین مراد هست. پس دوباره ترجمه میکنم. اگر بر او ولو وجبت علیه، اگر بر او واجب گردد کفاره سوگند، کفاره یمین یا اینکه کفاره قتل، در اینجا در قوسک نویسید قتل خطا، و او فلم یجد ما یکفر به، و او چیزی را پیدا نکند که با او بتواند که کفاره دهد، کفاره را پوره کند. خب یعنی که در جای اول گردن را آزاد کردن، یا اینکه مثلا مسکین و فقیران را خوراک دادن، فدیه دادن. خب میگوید که خب فدیه دادن در اینجا دخل نداره، چون که در اینجا مؤلف میگوید لا تجوز له فدیه، اما یگام چیزی را پیدا کردن نمیتواند، استفاده کردن نمیتواند. من این را حالا میفهمونم که بتواند با طریقه او یا با واسطه او کفاره دهد، کفاره را پوره کند. اما حالت این گونه هست که و هو شیخ فان. خب اما نمیتواند، نه چیزی دارد که کفاره را پوره کند و این چونین شیخ فانی هست، یعنی که روزه هم گرفتن نمیتواند. یعنی در اینجا سوال هست که کفاره یمین و کفاره قتل خطا را چگونه ادا کند وقتی که نه چیزی داشته باشد برای دادن و نه قدرت روزه گرفتن داشته باشد. و میگوید او لم یصم حتی صار فانیا. خب یا اینکه خودش حالا شیخ فانی هست، یا اینکه در جوانیش این کفاره برایش لازم گردید، اما حالا چی شده است؟ روزه نگرفت در آن وقت تا این وقتی که حاضر فانی شده است، یعنی حاضر پیرسال شده است. لا تجوز له الفدیه. در این حالت برای این دو گروه نفرها فدیه دادن جایز نیست. لأن الصوم هنا بدل عن غیره. چون که در اینجا روزه گرفتن بدل هست برای غیر از آن. دادن فدیه بجای این روزه ها جایز نیست. شرح میدیم. مؤلف بین 2 مسئله در اینجا فرق میگذارد. یکم مسئله روزه رمضان برای شیخ فانی به فدیه تبدیل می شود. اگر پیرسال یعنی مردی پیر، زنی پیر، وقتی که روزه رمضان رو گرفته نمی توانند، روزه تبدیل می شود به چی؟ به فدیه. این مسئله یکم هست. در مسئله دوم اما روزه هایی که قسمی کفاره می باشند،
روزهایی که اگر در یادتان باشه در کفاره مرحله هست، اما هر کفاره هر خیلی کمی فرق میکنه از همدیگر، اما در کفاره مرحله وجود دارد. آزاد کردن گردن، خوراندن مساکین یا فقرا. خب در این حالت خب اگر روزه از قسم کفاره باشد به فدیه تبدیل نمی شود، زیرا فدیه در مورد رمضان با نص شرعی ثابت شده است، اما برای کفاره چنین دلیل وجود ندارد. خب یعنی که باید کفاره را یا با طریقی یعنی کفاره را باید با یکی از مرحله های کفاره ادا کند. این خیلی نیست که در کفاره خب گردن آزاد کردن نمیتواند، میرود به مرحله بعدی، مثلا خوراک دادن به مساکین، این کار رو باید کند. اگر این کار رو کردن نمیتواند یا اینکه مثلا باید روزه بگیرد، اگر روزه گرفتن نمیتواند باید که چی کند؟ خوراک بدهد یا لباس بپوشاند، یعنی لباس دهد به فقرا. این وابسته به این است که آیا چگونه کفاره هست، آیا کفاره روزه هست، آیا کفاره یمین هست. خب یعنی مقصد در اینجا بهد یک نقطه آسان و دقیقی کوتاه هست. روزه‌ای که در همان روی خطی کفاره می باشد، بجای آن روزه فدیه دادن جایز نیست. فهمیدید؟ وقتی که انسان مبتلا می شود به کفاره دادن، فرض کنیم کفاره روزه را همچون مثال بیاوریم، نمیتواند که خب گردن آزاد کردن نمیتواند، باید روزه بگیرد 2 ماه پی در پی. اگر روزه گرفتن نمیتواند، این خیلی نیست که فدیه دهد، باید که خوراک بخوراند. یعنی فدیه تنها برای نتوانستنی گرفتنی روزه های رمضان می باشد، نه اینکه نتوانستنی گرفتنی روزه های کفاره. این از خلاصه بهت آسان است، اما کمی پیچیده معلوم می شود اگر از کلمه ها آگاه نباشید، اگر نفهمید که فدیه چی معنا دارد، کفاره چی معنا دارد. میگوید و یجوز للمتطوع الفطر بلا عذر فی روایت. اینش آسان هست که جایز هست برای شخصی که متطوع هست. متطوع کی رو گفته می شود؟ شخصی که تطوعا روزه می گیرد، شخصی که همین خیلی روزه نفلی می گیرد یا گرفته است، برایش جایز هست که روزه خود را بشکند به یگان خیلی عذر. فطر کردن، روزه خود را افطار کردن یا شکستن برایش جایز هست به یگان خیلی عذر، طبق یک روایت. خب اینجا روایت یعنی روایتی فتوا. و ضیافتو، خب یا این با روایت یعنی به حدیث هم اشاره هست در اینجا. خب و میگوید و ضیافت عذر علی الاظهر. ضیافت یعنی که مهمان نوازی یا مهمانداری، این یک عذر حساب می شود طبقی قولی ظاهرتر، هم برای مهمان و هم برای گویم که مهمان نواز و هم برای مهمان هم برای ضعیف یعنی مهمان، کسی که می آید به خانه همون شخص، و المضیف شخصی که مهمان نواز هست، خانه کسی که مهمان ها می آیند. خب و علیه القضاء یعنی که اگر کسی یا به مهمانی دعوت شده باشد یا همان روز خانهش مهمان ها می آید، باید مهمان نوازی کند. برای هر این گروه نفرها اینها عذر دارند، می توانند که روزه یعنی تطوع خود، روزه نفلی خود را شکنند. خب حتی این که مؤلف میگوید برای روزه نفلی رو شکستن عذر در کار نیست. اگر کسی نخواهد یا کش نشود یا خواهد که خورد، می تواند خورد، البته قضا باید کند. اما حتی اگر یعنی عذر نباشد چی، اگر مهمان خانه کسی بیاید یا به مهمانی دعوت شود، برایش افطار کردن و خوردن این میتواند موردی ثواب شود، چون که اگر نیتش خوش کردن یا همون مهمان نواز یا خانه دار گردد، انشاءالله که این سببی ثواب هست. و علیه القضاء الا اذا شرع متطوعا، میگوید که و علیه القضاء، و بر شخصی که روزه نفلی خود را میشکند قضا هست. این رو میدونید، چون که روزه یعنی نفلی آغاز کرد اما با انتها نرسانید، پس باید یکم روز دیگر رو برای اون مقرر کند تا اینکه همون واجب، همون روزه‌ای که همون عبادتی که آغاز کرد به تکمیل رساند.
مگر در حالتی که این روزه ها را آغاز کرده باشد در 5 روز. چطوری که میدانید اگر در یکی از 2 روز عید روزه نفلی آغاز کند، سپس بشکند یا سپس افطار کند، در این حالت قضا کردنی آن روزه نفلی لازم نیست، واجب نیست. و این چنین ایام تشریق، این 5 روزهای می باشد که در آنها روزه گرفتن جایز نیست، چطوری که میدانید. پس اگر کسی حتی روزه نفلی هم در آن روزها آغاز کند، اگر بعد از آغاز کردن شکند قضا ندارد، چون که حتی باید نمی گرفت، حتی باید آغاز هم نمی کرد. فلا یلزمه قضاؤها بافسادها فی ظاهرها، پس برای او لازم نمی شود قضا کردن او با فاسد کردنش طبق روایت ظاهر. خب این شد العوارض. ادامه میدهیم با باب ما یلزم الوفاء به من منظور الصوم والصلاة و غیرها. این کم ترک درباره نظر هست. خب البته خودی کتاب الایمان و النذور یعنی یک جدا یک کتاب می باشد، یک جدا یک کتابی فقهی می باشد، یا یک فصل یک بخشی فقهی می باشد در کتاب های فقه. در اینجا این پوره باب آورده شدگی نیست، بلکه همان مسائلی که از همان باب مربوطی روزگیری و نماز می باشد آنها را در اینجا مؤلف بیان می کند. می گوید اذا نظر. خب من دوباره باب را سر لوحه را ترجمه می کنم. باب ما یلزم الوفاء به، بابی آن چیزی که لازم می شود پورا کردن آن از نظری روزه و نماز و غیر از آنها. خب آن آن نظرهایی که باید پورا کرده شود از بابی روزه و نماز. اذا نظر، پیش از آغاز کردن مؤلف در اینجا یک قاعده رو بیان میکند، یعنی شرط های درست شدنی نظر. اذا نظر شیئا لزمه الوفاء به اذا اجتمع فيه 3 شروط. یعنی اگر نظر کند، چیزی را نظر کند یا برای چیزی نظر کند، برایش وفا کردن یعنی پورا کردن. این رو کلمه یعنی فارسی هم هست، میتوانید فهمیده. وفا کردنی نظر، گویا که وعده میکند باید به وعدهش وفا کند، این گونه. یعنی پورا کردنی نظر برایش لازم میگردد. لزمه اذا اجتمع، وقتی که جمع شود در آن 3 شرط. یکم ان یکون من جنسه واجب. یکم این است که آن عمل باید از جنس عبادتی واجب باشد. ان یکونه که باید باشد از جنس آن عمل باید یک واجبی باشد، عبادتی واجبی باشد. آن چیزی باشد که در شریعت از همان جنس عبادت واجب وجود داشته باشد. مثلا نماز را نظر کند، چون که نماز از جنس نماز واجب هست. یا روزه از جنس روزه واجب می باشد. صدقه از جنس صدقه واجب می باشد، که یعنی صدقه کلمه عمومی هست که زکات را هم شامل می کند. پس نظری اینها درست می شود. دویم شرط ان یکون مقصودا. کمی این بابی کتابی الایمان و النذور هست، پس کمی چشیده سودید الایمان و النذور. خب بابی ایمان و النذور یعنی بابی نظرها، ایمان یعنی سوگندها. به هر حال دویم شرط این است که ان یکون مقصودا، آن عمل باید عبادتی باشد که خود آن مستقلانه مقصود شریعت باشد. این ترجمه پوره هست، اما در اینجا معنیش چیست؟ و این که یکون باید باشد مقصودا، مقصود مستقلانه باید مقصود باشد، هدف باشد. چی معنا دارد؟ یعنی خود آن عمل برای تقرب به الله سبحانه و تعالی طلب شده است، نه اینکه تنها وسیله یا قسم عبادت دیگر باشد. مثلا روزه، نماز، اعتکاف، این عبادت های مقصودند، بنابراین نظر آنها صحیح می شود. اما وضو مثلا عبادت مقصود نیست، بلکه وسیله نماز هست. همچنین غسل و سجده تلاوت
نزد فقها از عبادت‌های مقصوده شمرده نمی‌شوند. از این رو اگر کسی بگوید که برای الله بر من لازم است که وضو کنم، نظرش لازم نمی‌گردد. پس قاعده این است، نویسید هر عبادتی که خود آن مستقلانه طلب شده است نظرش صحیح است و هر عملی که تنها وسیله عبادت دیگر هست نظرش صحیح نیست. این است رقم دوم. سوم، و ان یکون لیس واجبا، خودش الکی واجب نباشد. آن عمل پیش از نظر الکی بر او واجب نباشد. چیزی واجب را به نظر واجب کردن معنا ندارد. مثلا اگر کسی بگوید که نظر کردم نمازی ظهر را، نمازی پیشین را بخوانم، این نظر درست نیست. زیرا نمازی پیشین الکی فرض می باشد، یعنی الکی واجب می باشد. واجب در اینجا کلمه عمومی هست که فرض را هم شامل می کند. پس الدرش نکنید و سرگم نزنید. فلا يلزم الوضوء، پس من مثال ها را الکی به شما دادم، اما مؤلف میگوید فلا يلزم الوضوء بنذره ولا سجدة التلاوة ولا عيادة المريض. پس میگوید که فلا يلزم الوضوء بنذره، یعنی که با نظر کردن وضو واجب نمی شود. فلا يلزم، پس نه، یعنی لازم نمی شود وضو با نظر کردن او. و این چنین لازم نمی شود سجده تلاوه، و این چنین لازم نمی شود عیادت کردن بیماری. ولا الواجبات بنظرها، و این چنین چیزهایی که الکی واجب هستند با نظر کردن شخص واجب نمی گردند، الکی واجب هستند. اما بخلاف این یصح بالعتق والاعتکاف والصلاة والصوم، نظری اینها درست است. عتق یعنی آزاد کردنی غلام، اعتکاف صلات، نماز و روزه. چون که این چیزها، این 4 چیز که در اینجا ذکر شده هست، این 3 شرط را پوره میکنند. خب ادامه میدیم. فإن نظر نظرا مطلقا، در اینجا مؤلف برای ما یک چیزی نو را میفهماند. نظر مطلق و نظر معلق. نویسید در دفترهایتون. نظر مطلق یعنی گویا نظر نابسته یا باز، و نظر معلق بسته شده یا تعیین شده. میگوید که اگر نظر مطلق کند یا نظر معلق، نظر را به شرط وابسته نماید، با شرط وابسته نماید و وجود و آن شرط پیدا شود، لازمه الوفاء به، وفا کردن به آن لازم میگردد، یعنی واجب میگردد. خب اکنون میفهمانم یه باری دیگر. نظر مطلق و مانندی که انسان بگوید برای الله بر من هست یا بر بالای من است که 3 روز روزه بگیرم، یعنی مطلق، نابسته، باز، نامعین کرده. 3 روز گفتک، اما معین نکرد که در کدام وقت میگیرد اینها رو، تنها 3 روز گفت. نظر معلق مثلا بگوید یا اینکه در نظر مطلق نگفت که 3 روز برای چی، نگفت که اگر من شفا یابم یا اگر من کامیاب شوم در امتحاناتم یا و غیره و غیره، این گونه نگفت. تنها گفت که برای الله بر بالای من برای خودم لازم میکنم 3 روز روزگیری رو. این شد نظر مطلق. اکنون معلق با شرط وابسته هست. اگر بیمارم شفا یابد، ببینید این از شرط 3 روز روزه میگیرم. فرق رو فهمیدید؟ پس هنگامی پیدا شدن شرط نظر لازم می شود. اگر شرط پیدا نشود نظر لازم نمی شود. و میگوید وصح نظر صوم العیدین و ایام التشریق فی المختار، و صحیح هست نظری یا نظر بستنی روزی هر دوی عید و روزهای تشریق طبق قولی انتخاب شده. شاید با شما سوال خلق شود که چه خیلی ما گفتیم که 5 روزی، این 5 روز می باشد که روزگیری یا یعنی روزگیری در آنها حرام هست. درست حرام هست، اما این معنای آن را ندارد که نظر بستن به آن روزها نمی شود. دقت کنید. برای همین است که مؤلف میگوید و یجب فطرها و قضاؤها، اما آن روزها رو باید افطار کند و بعد قضا کند.
خب یعنی خودی نظر بسته می شود، اما روزه گرفتن در آن روزها حرام هست، ممنوع هست. برای همین باید که بخورد در این 5 روز، اما باید قضا کند با نیت قضا. و این صامها اجزاؤه مع الحرمتی. اما اگر کسی باز هم چون که نظر کرد که من در روز عید روزه میگیرم یا در ایام تشریق میگیرم، اگر برای پورا کردن نظر خود در همان روز اگر روزه بگیرد، نظرش پورا می شود، اما گناهگار هم می شود. ببینید، نظرش ادا می شود ولی گناهگار می شود برای آن که نظر را ادا کرد اما در وقت حرام آن را اجرا نمود. خب پس کسی باید در 5 روزی ممنوع نظر نبندد و اگر بست باید نگیرد، در آن روزها باید قضا کند. قضا کردنی نظر باکی ندارد، اما روزه گرفتنی در روزهای حرام گناهگار میکند انسان را. و الغینا تعیین الزمان. اکنون ببینید که نزد فقهای احناف این باریکی ها موجود هست و این تفصیلات موجود هست مربوطی نظر برای روزه گرفتن و غیره. میگوید و الغینا تعیین الزمان والمکان والدرهم والفقیر. اینجا یعنی اینها رو نامبر میکند، اما یعنی آنهایش که اساسی هستند زمان و مکان هست. این درهم و فقیر این همچون مثال پیش کرده است. میگوید که ما تعیین کردنی وقت رو، جای رو یا زمان و مکان رو، درهم یعنی مبلغ و فقیر یعنی شخصی فقیر، یک شخص فقیری معین رو اعتبار نمیدیم. الغینا یعنی ما لغو میشماریم، اعتبار نمیدیم، مهم نمیشماریم. خب لغو چی میکنیم؟ لغو شمار میکنیم. یعنی اگر کسی در نظرش وقت رو، جای رو یا شخص معین رو یا مبلغ معین رو ذکر کند، این تعیین ها لازم نیست، یا رعایت کردن این تعییناتی یا این تفصیلاتی مخصوص لازم نمی شود، چون مقصد همون خودی عبادت هست. مثلا اگر کسی بگوید که برای الله بر من است که در ماه رجب 3 روز روزه گیرم، یا کسی بگوید که این شد زمان یا کسی بگوید که در مکه 2 رکعت نماز بخوانم، یا بگوید که این 1 درهم رو صدقه دهم، همین 1 درهم رو یعنی معین کند که همین درهم باید باشد، همین تنگه، یا بگوید که به فقیری که نامش فلان هست، مثلا در اینجا مؤلف میگوید زید، من زید رو فقیر زید رو میدهم صدقه. پس میتواند که روزه خود را در ماهی دیگری بگیرد، در رجب نگیرد، نمازش رو در مکه نخواند، در یکم جای دیگر بخواند، مبلغ دیگری رو، تنگه دیگری رو بدهد، یا حتی مبلغ بیشتر رو بدهد در صدقه. یا فقیر گفته زید رو ندهد، عمرو رو بدهد، زیرا مقصود چی گفتم اصل عبادت است، نه تعیین این خصوصیت ها. برای همین مؤلف میگوید یجزئه صوم رجب عن نذره صوم شعبان. میتواند که در رجب مثلا چی کند؟ روزه گیرد اگر نظرش برای روزگیری شعبان باشد یا بود. و یجزئه یعنی کفایه میکند برای او. اجزاء یجزئه یعنی که کفایت میکند، پورا میکند، کافی است برایش، کافی هست نمازی 2 رکعت نماز خواندن در مصر اگر نظر کرده باشد یا کرده بود که آنها را ادا میکند در مکه. و تصدق یعنی صدقه دادن با 1 درهمه به جای دیگر درهمی که او را معین کرد برای او. ببینید صدقه دادنی به درهمین با 1 تنگه با 1 درهمه به جای 1 درهم دیگر عینه که او را معین کرد له برای او، یعنی برای صدقه دادن. و صرف لزید، و صرف یعنی که در اینجا رسخود کردن که میگوییم، یا اینکه صرف کردن یعنی پول صرف کردن، کلمه فارسی هست. خب یعنی مصرف کردن، اگر خواهید مصرف کردنی پول یا ادا کردنی صدقه برای زید الفقیر، زیدی که فقیر هست، حتی اگر نظر کرد که من به عمرو میدیم. خب و این است یعنی درباره خصوصیت های نظر. و این علق النظر بشرط، اما اگر نظر را به شرط وابسته
کرده باشد لا یجزئه عنه ما فعله قبل وجود شرطه. اگر نظر خود را با شرط وابسته کرده باشد پیش از پیدا شدن آن شرط عمل کردن کافی نیست. لا یجزئه برای او کفایه نمی کند، عنه برای همون نظرش آن چیزی که می کند یا آن چیزی که عمل کند پیش از به وجود آمدن شرط. مثلا اگر بگوید که اگر بیمارم شفا یابد 3 روز روزه میگیرم، پس پیش از شفا یافتن بیمارش 3 روز روزه گرفت. این روزه ها از نظر حساب نمیشوند، نظرش پورا نمیشود، چون که بعد از اون که بیمار شفا یابد برایش این نظر بعد دخل دارد یا بعد لازم میشود، پس باید دوباره نظر خود را اجرا کند. خب در همین جا این درس را میگذاریم که چندی که این صحیفه هم مربوطی این درس بود، اما من میخوام که باب اعتکاف را در یک درسی پوره درس دهم تا اینکه یعنی فایده گرفتن از باب اعتکاف برای مثلا وقتی که برای ماه رمضان و غیره آسان تر شود که در یک جا باشد. در همین جا این درس رو میگذاریم. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک.